اگر شما نجنبید جا داره حتی تا اینجا که 2/3 جمعیت کره زمین داره همیشه تا اینجا که 2/3 جمعیت کره زمین رشته بشه. با این مدیریت مزخرفی که شما انسان ها و گفتیم ما نیاز به امام معصوم نداریم امام رضا فرمودن قدام هذا الامر قتل بیوح یا قتل بیوح. گفتن مقدمه این امر ظهور امام زمان اینه که قتل بیوح شکل میگیره. قلت و مل بیوح، اون راوی میگه پرسیدم گفتم که بیوح دیگه چیه؟ پاسخ داد قال دائم لم یفتر، گفت یک جنگ خونریزی که دائم پشت سر همه و هیچ وقت سرد نمیشه. یعنی هی امید داری که بالاخره آروم میشه. میگه این از نشانه‌های ظهوره و اینم به خاطر که خودتون مدیریت دنیا رو بر عهده گرفتید. نتیجه مدیریت بشر بدون امام زمان جزئی نمیشه. امیرالمومنین فرمودن لا یقوم، قیام نمی کند حجت ما حتی یقتل الثلث، تا اینکه 1/3 مردم کشته می شوند و یموت الثلث، 1/3 دیگه چی؟ می میرن. 1/3 کشته میشن، 1/3 می میرن. و یبقى ثلث، و 1/3 زنده بمونه. یعنی اینقدر شرایط قبل از ظهور چیه؟ پیچیده و کشتار و خونریزی همه جا رو میگیره. لا یقوم حتی یقتل الثلث و یموت الثلث و یبقى در روایت دیگر آقا امام صادق میفرماد که 1/3 به مرگ سرخ میمیرن، 1/3 به مرگ سفید میمیرن. مرگ سرخ یعنی خونریزی، مرگ سفید یعنی بیماری مثلا. حالا آقا اینم خیلی خطرناکه که یعنی قبل ظهور. بله ظهور میاد برعکس اینا رو حل میکنه. منتها این یه نکته اینجا وجود داره، من باید خدمت شما عرض بکنم. این که ما یه وعده داریم یه وعید داریم. من مثال بزنم. یه معلم پرورشیه، سر کلاسش میدونید چی میگه؟ میگه ببینید بچه‌ها هر کی بیاد نماز جماعت من 2 نمره بهش میدم، اگه 18 گرفت میشه چند؟ 20. این وعده است. وعید میدونید چیه؟ وعید اینه که بگه اگر کسی نیاد نمرش 15 حساب میکنم. اگر کسی که وعده میدهد خلف وعده بکند ظلم است. یعنی چی؟ یهویی بچه‌هایی که اومدن نماز جماعت شرکت کردن یهویی ببینن 18 گرفته معلم همون 18 رو بهش داده، این ظلمه. اما اگر معلم وعیدی رو که داده انجام نده ظلم نیست، لطفه، فضله. درسته؟ گفته اگه نیاد 15، حالا دیده نیومدن گفته ولش کن بذار نمره‌شو بشه. این دیگه لطفه که از خداوند متعال با این رحمت واسعی که ما میشناسیم هیچ بعید نیست و ما معتقدیم همین کارا میکنه. پس اینی که میگه 1/3 کشته 1/3 این وعیده، یعنی میگه اگر شما نجنبید جا داره حتی تا اینجا که 2/3 جمعیت کره زمین کشته بشه. با این مدیریت مزخرفی که شما انسان ها خودتون پیشه کرده و گفتیم ما نیاز به امام معصوم نداریم.